اینه مهنتی که مردم کردنه نقصه نوچینده علاقه برف اومد. طبیعت را همینش زیبا است که در یک طرف برف، در دیگر طرف آفتاب. چقدر منظره زیبا. دوستان عزیز، نوا را تا آخر تماشا کنید و حلاوت برید. امروز 19 اکتبر سال 2022 در ناحیه رشت. دوستان عزیز، برای پیشروی کانال ما لایک، کامنتاری و در کانال ابونه شدن را از یاد نبرید. ویدیو را تماشا کنید. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال غرم کدارم. امروز نوار ما از کوههای بلند ناحیه رشت که طول 2 روز است باران میبارد، علاقه کوهها با برف سفید روی پوش شده‌اند و بینید که چه خیلی منظره زیبا رو برای ما نمایش داده ایستادند. ابرهای آسمان، به نهایت منظره زیبا. از دیدنش شاید که سیر نکنیم. ما هم خواستیم به خاطر غریب بچه ها که از وطن دور هستند و این خیلی منظره ها را شاید ندیده باشند پیشکش میکنیم. در یک طرف برف و باران، در دیگر طرف نهال های سبز و بارانی که تماما انتظار برف نبودند. نواری که ما گرفته ایستادیم در یک طرف هوای صاف، در دیگر طرف باران و چه منظره زیبا است. اینجا دهه خدره ناحیه رشت. هر یک نفر که تماشا نکره میبینید مردم عالی با امید بودن کل زمستان در وقت است، لیکن برف علاقه خبر داد که یارو تا بینه که میرسیم یا سحر یا شب. دوستان عزیز، نوا را تا آخر تماشا کنید. فکرهای خود را در کامنت بنویسید. لایک فراموش نکنید. در کانال ابونه شوید که ویدیوها در پیش. خرمزکی های تش حیات آورده است، تاجی کاباد آبی نباد آورده است. ناودونک سرخاب و انار و کمران، یاد زی بخاران و هیراد آورده است. آنجا که هوا تازه طبیعت نرم است، آنجا برم است، آنجا برم است، آنجا که دیرومه. اینه مهنتی که مردم کردنه نقصه نوچینده علاقه برف اومد. شاید که سحر بخیزیم برف زده است. به نهایت هوا خنکه. اینه باغ میبینی نوکا همه خیلی میگوید نوچینده. سحر بخیزی که 1 بجه برف زده است. میگه این نوک در چی کار نده؟ هیچ.